سلام، خیلی خوش اومدید به سومین ویدیو از پنجشنبه‌های فتوشاپی. توی این قسمت از آموزش قراره که با منوی سلکت و داخل سلکت مودیفای آشنا بشیم و خیلی منوی مهمیه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، ممنون میشم که لایک بکنید، کامنت بذارین و سابسکرایب بکنید. اگه امکانش هست کامنت انگلیسی بذارید تا یوتیوب شما رو بات تشخیص نده. خب بریم سراغ آموزش. اول از همه فتوشاپ رو باز بکنید. من حالا این کار رو از قبل انجام دادم. فتوشاپ رو که باز کردید، یه پروژه دلخواه وارد بکنید، یه عکس دلخواه وارد بکنید تا یه فایل داشته باشید و روش هر کاری که من انجام میدم همزمان روش تست بکنید. و اگه جایی از ویدیو رو هم خوب متوجه نمیشید، لطفا بزنید عقب و چند بار نگاه بکنید تا خوب متوجه بشین که آموزش به چه صورته. اول از همه اینکه منوی سلکت کجاست. منوی سلکت قسمت بالای برنامه قرار داره دیگه، قسمت منوها که جلسه اول توضیح دادیم. منوی سلکت خیلی منوی کاربردیه. سلکت معنی انتخاب میده، یعنی این که شما با استفاده از سلکت میتونید یه بخش خاصی از تصویر رو انتخاب بکنید. خب من روی سلکت میزنم. رو سلکت که بزنید یه اینجور منوی برای شما وا میشه. بستگی به نسخه فتوشاپتون هم داره، چون یه سری تغییرات ایجاد شده نسبت به نسخه های جدید و آپدیت های جدیدی که واسه فتوشاپ اومده، اما خیلی فرق نمیکنه. مثلا همین سابجکت اگه اشتباه نکنم از 2020 به بعد وارد نسخه های فتوشاپ شد. خب اول از همه آل هست. آل به معنای همه هستش و وقتی شما روی این دکمه بزنید تمام تصویرتون انتخاب میشه و کل فریم تصویرتون رو انتخاب میکنه. کنترل میانبرش هم کنترل A هستش. الان من اگه روی این گزینه انتخاب بکنم، ببینید کل تصویر انتخاب شد. یعنی الان هیچ جایی از تصویر نیست که انتخاب نشده باشه. برای اینکه از انتخاب خارج بکنم کنترل دی رو میزنم، یا از همین منوی آل روی دی سلکت میزنم یا کنترل دی. دی سلکت دقیقاً کارش خارج کردن حالت انتخابه. پس یادتون باشه کنترل دی خیلی گزینه کاربردیه و شما باید انقدر کار بکنید که دیگه دستتون خودش بزنه. ولی هر وقت شما میخواین از انتخاب خارج بکنید فقط کافیه کنترل دی رو بزنید. گزینه بعدی ریسلکت هستش، یعنی انتخاب مجدد. روی این گزینه که بزنید یا شیفت کنترل دی رو میگیرید روی صفحه کلید، یا ریسلکت رو از منوی سلکت میزنید. ریسلکت کاری که میکنه میاد انتخاب قبلی که انجام دادین رو دوباره مجدداً انجام میده. الان من روی همین ریسلکت که بزنم دوباره همه تصویر انتخاب میشه، چون آخرین انتخابی که کردم کل صفحه بوده. الان اگه من بیام با همین ابزاری که جلسه پیش آموزش دادم، مثلا لسو، بیام و این قسمت رو انتخاب بکنم، کنترل دی رو بزنم و از حالت انتخاب خارج بکنم، دوباره بیام از منوی سلکت روی ریسلکت بزنم، دوباره همین انتخاب من مجددا انجام میشه. کنترل دی رو میزنم تا از حالت انتخاب خارج بشه. گزینه بعدی گزینه اینورس هست. اینم خیلی کاربرد داره. ببینید فرض کنید ما میخوایم بک‌گراند تصویرمون انتخاب بکنیم ولی این ماشین انتخاب نشه. باید چی کار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم این ماشینا، این درخت‌ها اینا انتخاب بشه اما این ماشین انتخاب نشه. به عنوان مثال شما همین ابزار کویک سلکشن تول رو برمی‌دارید. من خیلی دقت نمی‌کنم، ماشین رو انتخاب می‌کنم، از این قسمت روی این گزینه می‌زنم تا قسمت‌های اضافیشو حذف بکنم. بالا به اضافه. با آلت و شیفت هم میتونید کار بکنید. آلت و شیفت اگه شما بزنید، آلت کم میکنه، شیفت اضافه میکنه. خب حالا من به اضافه رو میزنم.
خب حالا من میخوام همین انتخاب رو معکوس کنیم. الان فقط ماشین ما انتخاب شده. از منوی سلکت روی اینورز میزنم یا شیفت کنترل آی. خیلی کاربرد داره، یعنی تو آینده دارم میفهمید که ایشالله حرفه‌ای تر بشید. روی اینورس که بزنید ببینید الان کل صفحه انتخاب شده به جز ماشین ما. من اگر با ابزار موو عمل جابجایی انجام بدم همه جا تکون میخوره و همه جا جابجا میشه به جز این ماشینه. خب کنترل دی رو میزنم تا از حالت انتخاب خارج بشه. میریم سراغ گزینه بعدی. گزینه بعدی اسمش آل لایر هست. آل لایرز یعنی انتخاب تمام لایه ها. ببینید اگه من اینجا چند لایه داشته باشم و بعد بیام سلکت آل لایرز رو بزنم یا آلت کنترل ای، نیاز نیست همه شورتکات رو حفظ بکنم. مثلا همین آل لایر خیلی کاربرد نداره، برای همین نیاز نیست. ولی مثلا کنترل ای و کنترل دی و کنترل شیفت دی یا شیفت کنترل دی یا شیفت کنترل آی، اینا این چهار تا رو حتما باید بلد باشین. از همه مهمتر کنترل دی هستش. من اگه بیام آل لایر رو بزنم تمام لایه ها انتخاب میشه. البته اونایی که اسمشون لایر هست مثلا بک‌گراند رو انتخاب نمیکنه، فقط لایرها رو انتخاب میکنه. خب گزینه بعدی که مهم هستش فایند لایر، که خیلی مهم نیست ولی توضیح میدم. فایند لایر که شما فعال بکنید، یعنی بزنید روش از این قسمت فعال بشه، میتونید اسم لایه‌تون رو بنویسین تا اینجا براتون پیدا بکنه اگه یه پروژه خیلی لایه داشته باشه. کارش این هستش. با این دکمه کنارش هم خاموش میشه. خب میریم سراغ کالر رنج. کالر رنج کاری که میکنه چیه؟ من اول از همه لایه‌مو انتخاب میکنم، منوی سلکت و روی کالر رنج میزنم. کالر رنج میاد بر اساس رنگ قسمت‌های مختلفی از تصویر رو انتخاب میکنه. من اگه بیام با همین قطعه چکونم مثلا روی این قسمت قرمز تصویر بزنم، ببینید یه چیزایی یعنی اینجا پیدا کرد تو این صفحه. اینجا که ایمیج رو میاره، اینجا هم قسمت‌های سلکت شده رو با سفید نشون میده. اینجا یه اهرم دارم، این اهرمو که جابجا بکنم بیشتر انتخاب میکنه و هرچی این اهرم به سمت چپ ببرم دقت بیشتری داره. ولی هر چقدر بیارمش اینور دقتش کمتر میشه و قسمت‌های بیشتری رو انتخاب میکنه. این قطعه چگونه به اضافه داریم که میتونیم یا یه رنگ رو اضافه بکنیم، مثلا رنگ‌های اینجا رو میتونیم اضافه بکنی. این قطعه چگونه منها داره که میتونی بیای و رنگایی که نمیخوای اضافه نکنه. اینجا مثلا من نمیخوام اضافه بکنه، میتونی انتخاب بکنی، اوکی میکنی و همه قسمت‌هایی که خواستی واسط انتخاب بکنه. اما برای بعضی جاها خیلی دقیق نیست و نمیشه استفاده کرد. خب ابزار بعدی که نیاز هستش تا ما یاد بگیریم ابزار فوکوس اریا هست. فوکوس اریا من اگه روش کلیک بکنم اول از همه خودش روی تصویر پردازشی انجام میده و ببینید یه قسمت خاص از تصویر انتخاب شد، بک‌گراندمون رو برای ما در آورد و ماسک کرد اصطلاحاً. این کارو که میکنه ببینید اگه من به روی این به اضافه بزنم اینا رو از انتخاب برمی داره، منها باز عمل برعکسش رو انجام میده. فرض کنید من میخوام این قسمت تار بکنم، میخوام اینجا رو انتخاب بکنم یا میخوام جابجا بکنم یا میخوام مثلا حذف بکنم، با این گزینه خیلی کار راحت میشه کرد. اوکی که بکنم الان ببینید این بخش الان انتخاب شده واسه من. بخوام اون رو حذف کنم فقط کافیه سلکتمو برعکس بکنم، پس روی سلکت بزنم و اینورس یا شیفت کنترل آی. حالا من اگر از روی صفحه گیری روی گزینه دیلیت بزنم، اول از همه این که میگه به جاش چیکار بکنه، 50% گری باشه یا از رنگ بک‌گراند اون استفاده بکنه. من میگم نه، پاک کنه و به جاش رنگ سفید رو استفاده بکنه. اوکی میکنم، پاک کرد و از رنگ سفید استفاده کرد. خب کنترل زد رو میزنم و کنترل دی که از حالت انتخاب خارج بشه. قسمت بعدی که باید یاد بگیریم اسکای هست. اسکای میاد آسمون رو انتخاب میکنه برای ما به صورت هوشمند، اما اگه تصویر داشته باشیم که آسمون رو تو پیدا نکنه خودش ارور میده که من آسمون رو پیدا نکردم. وارد یه تصویر دیگه بشم من. خب مثلا همین تصویر میخوام من این آسمون اینجا برای من انتخاب بکنه. از اون سلکت روی اسکای میزنم،
ثبت میکنم، خودش به طور هوشمند آسمون رو برای من انتخاب میکنه. خب این همونطور که میبینید خیلی قشنگ آسمون رو انتخاب کرد. مثلا میخوایم آسمون رو حذف کنیم، رو دیلیت دوباره میزنیم، میگیم آسمون رو میخوایم چه رنگ سفید بریزی، اوکی میکنم. ببینید قشنگ الان آسمون سفید شد. خب کنترل زد رو میزنم من و بعدش هم کنترل دی. قسمت بعدی که باید ما یاد بگیریم از منوی سلکت سابجکت هست. سابجکت میاد یک شیء رو انتخاب میکنه یا یک سوژه رو انتخاب میکنه و خیلی کاربردی هستش. اینو من دیگه انجام نمیدم چون توی قسمت قبلی این کار رو کردم. میریم سراغ بخش بعدی و بخش مودیفای. مودیفای میاد چی کار میکنه؟ مثلا من اینجا اومدم با این رکتنگل مارکی تول یه قسمت رو انتخاب کردم. خب من یکم زوم کنم تا واضح تر باشه. الان ما اینجا یه مستطیل خطچین شده داریم که انتخاب شده. من اگه بخوام واسه این مستطیل حالت یک قاب درست بکنم، میام از منوی سلکت مودیفای بوردر رو انتخاب میکنم و به اندازه مثلا 14 پیکسل بر اساس پیکسله بهش فاصله میدم، اوکی میکنم. اندازه 14 پیکسل براش قاب میسازه. کات بخش 3. خیلی قشنگ میتونیم با این کاریه قاب درست بکنیم. حالا من کنترل دی رو بزنم، دوباره انتخاب بکنم، مستطیل رو انتخاب میکنیم. حالا اسمود چی کار میکنه؟ اسمود میاد لبه ها رو گرد میکنه. الان اگه بزنم مثلا 6 به اندازه 6 پیکسل لبه های انتخاب رو نرم میکنه. مثلا 10 تا بزنم که قشنگ معلوم شه. ببینید قشنگ لبه ها گرد شد. کنترل زد بزنم تا برگرده. قسمت بعدی اکسپند هست. اکسپند میاد محدوده انتخاب ما رو گسترش میده. من اگر الان بزنم مثلا 14 پیکسل به اندازه 14 پیکسل از هر طرف محدوده انتخاب ما گسترش پیدا میکنه. الان اوکی که بکنم ببینین خیلی بزرگتر شد. خب کنترل زد رو میزنم و همین سراغ گزینه بعدی. گزینه بعدی کانترکت هست و کاملا متضاد اکسپنده. یعنی محدوده انتخاب رو کوچکتر میکنه. مثلا باز 14 پیکسل میخوام کوچکتر بشه، ببینید 14 پیکسل کوچکتر شد. کنترل زد رو میزنم تا برگرده. سلکت مودیفای و آخری فیدر. فیدر کاری که میکنه با شیفت و F6 هم کلید میان برشه. مثلا به اندازه 30 پیکسل من بهش میخوام محو شدگی بدم از هر طرف. اوکی که بکنید یه همچین حالتی میگیره. الان اگر با ابزار موو من تصویر رو جابجا بکنم، ببرم تو تصویر مثلا کناری، ببینید این تصویر رو من آورد ولی لبه هاش تیز نیست، به صورت محو شده هستش چون با فیدر این کار رو انجام دادیم ما. پس کار فیدر اینه که میاد لبه های انتخاب رو محو میکنه. کنترل زد میزنم تا همه چی به حالت اولش برگرده. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه میشه لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب بکنید اگه هم واسهتون شدنیه و میتونید کامنت انگلیسی بذارید. مرسی که از من حمایت میکنید. فعلا خدا نگهدار.